سلام بچه ها، امروز اومدیم با آموزش قلاب بافی. مواردی که تو این جلسه یاد میگیریم به 3 دسته تقسیم میشه. 1 نحوه دست گرفتن قلاب و کانوا، 2 اینکه چطوری بافتم رو شروع بکنم و مطلب سومم این که انواع پایه ها رو بهتون یاد میدم. من قلاب رو با دست راستم میگیرم، نخ رو با دست چپم. خب به چه شکل قلاب رو میگیرم؟ قلاب رو شکل یک چاقو دستم میگیرم. واسه چی؟ چاقو رو چه شکلی دستم میگیرم؟ این شکلی. قلابم دقیقا همون شکلی دستم میگیرم. اوکی، پس این از نحوه دست گرفتن کانوا به چه شکله؟ کانوا رو دور انگشت اشارم میپیچم. کانوای من یه بقیه داره، بقیه رو با این 2 انگشتم نگه میدارم. قلاب رو شکل چاقو دستم میگیرم و شروع میکنم به بافت. خب بریم برای شروع قلاب بافی که به 2 روش زنجیره و حلقه جادویی من میتونم بافتم رو شروع بکنم. اول میریم سراغ زنجیره. به چه شکل میتونم زنجیره بزنم؟ اولین مرحله اینه که یه پاپیون درست کنم برای خودم. الان من یه حلقه درست میکنم روی نخم و این قسمت رو میبرم زیر حلقم و میکشم بیرون. این شد یه پاپیون. چه کار میکنم حالا؟ نخ رو دور دستم میپیچم، اضافهش رو با این 2 انگشت میگیرم و قلاب رو داخل حلقه فرو میبرم. باید حلقه من اندازه قلابم باشه، نه خیلی تنگ نه خیلی گشاد، اینقدر صفر نباشه. حالت مثلا عادی. الان حالا یکم صفر شد ولی اب نداره. چه شکلی زنجیره میزنم؟ اولا این بخش قلاب ماننده، حالا قلابمون که به خاطر همین هم اسمش قلابه، نباید به سمت پشت یا کنار باشه، باید به سمت روبروی خودمون باشه یا این سمت. به سمت روبرو بهترین حالته. قلاب رو میبرم دور نخ میندازم، نخ رو دور قلاب میندازم و از حلقه هم میکشم بیرون. این یه زنجیره. یکی دیگه میبرم نخ رو با خودم میارم از حلقم خارج میکنم. این شد یه زنجیره. هر زنجیره‌ای که میزنیم به شکل یک گندم هست. من الان 4 تا گندمی دارم. 1 2 3 4. بریم سراغ آموزش پای کوتاه. من الان 4 تا زنجیره دارم. 1 2 3 و 4. اولین گندمی رو رد میکنم و 3 تا گندمی برای من باقی میمونه. قلاب رو داخل اینجا فرو میبرم. این میشه اولین زنجیره ما. یه نخ میکشم بیرون. الان 2 تا دارم روی قلابم. یه نخ میگیرم از 2 تاش میکشم بیرون. این شد پای کوتاه. دومین پای کوتاه رو بزنیم. قلاب رو از اینجا میبرم داخل. یه نخ میگیرم میارم بیرون. من الان 2 تا روی قلابم دارم. میگیرم میکشم بیرون. سومین پای کوتاه هم زدیم. این از این. پس این شد 3 تا پای کوتاه ما. برای زدن پای متوسط من 2 تا زنجیره رو جا میندازم، میرم توی سومی میخوام کارم انجام بدم. اما به چه شکل؟ اول یه دونه نخ رو میندازم پشت قلابم، بعدش از سومی داخل میکنم و یه دونه میکشم بیرون. الان من 3 تا نخ پشت قلابم دارم، همش رو با هم دیگه یه نخ میگیرم از همش میکشم بیرون. این شد یه پای متوسط. یکی دیگه یه دونه میندازم پشت قلابم، از اینجا داخل میکنم میکشم بیرون. 3 تا نخ دارم از همش میکشم بیرون. سومی و آخرین دونه هم بزنم، از اینجا میبرم داخل، یه دونه شد 3 تا. اینم شد پای متوسط. برای زدن پای بلند ما این پای متوسط عمل میکنیم. 2 تا زنجیره جا میندازیم، داخل زنجیره سوم فرو میبریم. یه پشت قلاب نخو میبرم، قلاب میبرم، نخ میکشم بیرون. الان 3 تا دارم. تو پای متوسط میگرفتیم و از همش میکشیدیم بیرون، ولی الان این کارو نمیکنیم.
اول از تو دوتای سمت چپی، بعد دوتای باقی مونده. این شد. الان برای من این دوتا رو هم یه دونه حساب میکنیم، 1 2 تا. خب یه بار دیگه یه پشت قلاب میبرم میکشم بیرون. الان 3 تا دارم، یه بار از تو دوتای اول، بعد از تو دوتای باقی مونده. آخریش اینم از پایه بلند. یه نوع دیگه از پایه داریم که بهش میگیم شلال. به چه شکله؟ از دومین زنجیره قلاب میکنم داخل، یه نخ میکشم بیرون. الان 2 تا نخ دارم، این نخ دومیه رو میگیرم میکشم بیرون. ببینید یه نخ میگیرم میکشم، الان 2 تا دارم، همینو میکنم داخل زنجیره اول. اینم آخرین شلالمو بزنم. آها، به این شکل هست شلال. خب تا اینجا بهتون یاد دادم که چطوری یه رج 3 تا دونه‌ای رو ببافین. حالا میخوام یاد بدم که چجوری برین رج دوم. برای رفتن به رج بعدی یه زنجیره میزنم، کارامو میپیچونم و الان میبینم که من 3 تا نقطه دارم اینجا. اینجا ببینید 1 2 3، این که اون زنجیره که زدیم، اینم اون 3 پایه است. 3 تا پایه‌ای که داشتیم از اول، 3 تا پایه کوتاه. نخم از اینجا میبرم داخل، یه در واقع از این و از این. الان اولیش اینه، میبرم داخل، یکی میکشم بیرون و یه پایه کوتاه دیگه. اگه بخوام پایه متوسط بزنم چجوریه؟ میبرم از این 2 تا داخل میکنم، 3 تا دارم، از 3 تاش میکشم بیرون. بخوام پایه بلند بزنم چجوریه؟ میبرم از این 3 تا در میارم، کشم بیرون، شد 3 تا، 1 2. خب فقط یه نکته رو مد نظر داشته باشیم که من الان 3 تا دونه رجم بافتم، هر کدومش هم یه شکلی بود. خب می‌بینید که پایه کوتاه، پایه متوسط و پایه بلند. ولی اگه بخوام برم رج بعدی و همشون پایه کوتاه باشن، همون یه دونه زنجیره رو میزنم، کارم برمیگردونم و شروع میکنم به بافتن. ولی اگه رجی که میخواستم شروع کنم پایه متوسط باشه، 2 تا زنجیره میزنم و دیگه تو این خونه اولی نمیبافم. این 2 تا زنجیره حکم یه پایه متوسط رو داره برای من و میبرم اینجا و پایه متوسط هامو میبافم. الان این یکی، اینم 2 تا، اما مجموعاً من 3 تا پایه متوسط دارم انگار. و برای اینکه رج بعدیم پایه بلند باشه، 3 تا زنجیره میزنم، میرم میپیچونم کارمو. من اینجا 3 تا جایگاه دارم، 1 2 و یه دونه هم توی این زنجیره اول که اونجا زدیم که اینو نمیبافم. اینا یه پای بلنده و الان اینجا این دومین پای بلند من و سومین پای بلندم اینجا میزنم. حتی اینجا تو پایه اوله، تو دومین پایه، یعنی دومیش یعنی اینجا که یه دوتایی هم اینجا میفته که حکم گندمی ما رو داره. میکشم بیرون و پای بلندم رو میزنم. الان تو این رج من 3 تا پای بلند دارم. یکی از روش‌های شروع باف زنجیره زدن بود که با هم دیگه یاد گرفتیم. حالا میریم سراغ گرد بافی که من اونو با حلقه جادویی شروعش میکنم. حلقه جادویی رو چطور میزنم؟ میام نخ رو 2 دور دستم میپیچم، بقیه‌اش رو با اینجا نگه میدارم. الان من 2 تا نخ دارم اینجا. قلابم رو از حلقه اولی داخل میکنم و نخ دومی رو میگیرم، با خودم میکشم بیرون. الان یه زنجیره میزنم و دستم رو در میارم. اینجا رو با دستم نگه میدارم، به این شکل دور نخ رو دور دستم میپیچم، با این 2 تا انگشتم این 2 جا رو نگه میدارم و شروع میکنم. مثلا با من گفتن 6 تا پای کوتاه بزن توی حلقه جادویی، یه پای کوتاه میزنم اینجوری
این اولین پای کوتاه من شد. پس این میشه حلقه جادویی من. یه دونه، حالا من میخوام 5 تا دیگه هم بزنم که بشه 6 تا. 2 تا پای کوتاه. همیشه هم آخرین قسمت بافتم رو نگه میدارم. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا و 6 تا. الان من 6 تا گندمی دارم. 1 2 3 4 5 و 6. حالا میخوام چه کار کنم؟ یکم نخم آزاد میذارم. میخوام این حلقم رو جمع بکنم، نمیخوام بقیهش باز باشه. میام از اینجاش میگیرم. خب این نخ منه دیگه، نخ بافت منه. بافتم میاد پایین، اینجا میره بالا. اینجا رو با دستم نگه میدارم و نخ رو میکشم تا جایی که جای کشیدن داشته باشه. الان بافت من جمع شد و کافیه که من یک شلال بزنم تا بافتم جمع شه. شلال رو کجا میزنم؟ روی اولین پایم. ما 6 تا پایه داریم دیگه. 1 2 3 4 5 و 6. میبرم روی اولی و یک شلال میزنم. نخمم میکشم دوباره و الان دیگه اون حساب نمیکنیم دیگه. بخوایم بشمریم، من یک گردبافی 6 تایی دارم. 1 2 3 4 5 و 6.